سامانه ازبکی در کجی خبر داد که در اگنته سینمای ازبکستان گروه ایجادی برای تهیه فیلم هنری درباره علیشیر نوایی و عبدالرحمن جامی تشکیل شده است. این فیلم هنری را ازبکستان و تاجیکستان مشترکاً به نوار میگیرند. این موضوع در ملاقات مدیر کل اگنته سینمای ازبکستان ازبکینو فردوس عبدخالقوف با سفیر تاجیکستان در تاشکند عبدالجبار رحمانزاده بررسی شده است. در ملاقات همچنین جریان تهیه دو فیلم دیگر مشترک با نام‌های نیزویسنا звезда و کامین ایوادا و هم جریان آمادگی‌ها به برگزاری روزهای سینمای تاجیک در ازبکستان که قرار است در پایان ماه ایول دایر شود بررسی شده است. عبدخالقوف گفت گروه ایجادی فیلم جریان آمادگی به تهیه فیلم را بررسی میکنند. فردوس عبدخالقوف گفت با کینوستودیوی تاجیک فیلم قراردادهای همکاری بسته شده. شورای مشترک ساحه سینمای ازبکستان و تاجیکستان عبارت از نمایندگان سرشناس ساحه سینمای دو کشور تأسیس داده شده است. عبدالجبار رحمانزاده به نوبت خود همکاری تاجیک فیلم با ازبکینو را به منفعت هر دو دولت و تماشابینان تاجیک و ازبک نامیده و گفت جانب تاجیکستان خواستار آن است که تهیه فیلم مشترک به تأخیر نیفتد. عبدالجبار رحمانزاده که سال اخیر به حیث یاردمچی پرزیدنت مسئولیت سیاست ایدئولوژی حکومت تاجیکستان را بر دوش داشت، در بهار امسال از این مقام برکنار گردیده به حیث سفیر به تاشکند فرستاده شد.